اینجا میاریم بالا ما موتور میاریم از پایین کوچش قطع اصلا نمیشه نخل دیگه نماد مقاومت و استقامت و نماد سرزندگی و نماد اینجا نشانه‌هایی از زندگی هست. بالاخره خانه‌هایی که این روز ایام گذشته آدم‌هایی در آن زندگی می‌کردن و نشانه‌های حیات درش مشخص است. انشالله باز هم اگر خدا کمک بکنه و به این نتیجه برسیم که اینجا نیاز هست هزینه‌ای بشه، چون شرایط کشور رو همه درک می‌کنیم دیگه، شرایط محدودیت منابع داریم، حتما بایستی برنامه‌ریزی بشه، سلاح صرفه کشور، سلاح صرفه شهرستان و منطقه بایستی در نظر گرفته بشه، اولویت‌ها حتما باید در نظر گرفته بشه، ولی تمام تلاشمون بر اینه که شما رو خوشحال بکنیم. اگر شده یک کار کوچک، اگر شده فقط قسمت‌های ناهموار را، قول نمیدیم کل مسیر را، چون